دوستا شما رسالت داره، بالله قسم رسالت شما، وظیفه شما ای جوانا بسیار خطیر است، بسیار بزرگ است. شما جوانا علم بیاموزی، خودم مسلح بسازی. با کدام صلاح؟ با صلاح قرآن و حدیث. برای ما نفع کی میرسانه؟ کی نصرت ما را میکنه؟ خود شرط است این تنصر الله. ضعیف کسی است که از مرگ میترسه، ضعیف کسی است که محبت دنیا را خوش داره، ضعیف کسی است که 4 روز زندگی با اولاد خود خوش داره. او عالم، او مردکی دعوتگر، او مؤمن مخلص، بان که در امجو مجالسی که تقویت دین میشه اول انفجار سری توشه. هزارها سال شکری الله سبحانه و تعالی را باید بکشیم که الله تو جان ما را قبول میکنی. کدام درد ما اول گریان کنیم؟ سیاست با عفت و با حجاب ما